گفتیم که در لنز واید ما میتونیم فضای گسترده‌ای رو در کادر تصویر جا بدیم، اما اگه این فضا خیلی بزرگتر باشه قاعدتاً در لنز واید جا نمیگیره. به همین دلیل از لنز اولترا واید استفاده میکنیم. در واقع لنز اولترا واید لنز وایدیه که ویژگی‌های اون چندین برابر شده، یعنی اجازه میده یک فضای خیلی بزرگتر رو به راحتی عکاسی کنیم. ویژگی‌های لنز واید به این شکله که یک فضای بزرگتری از لنز واید رو در خودش جا میده. دو، در لنز واید گفتیم که اشیاء نزدیک بزرگ میشن، در لنز اولترا واید اشیاء نزدیک بسیار بزرگتر میشن. در لنز واید اشیاء دور فشرده تر میشن، در لنز اولترا واید اشیاء دور خیلی فشرده تر میشن. به همین دلیله که تصاویر و عکسایی که با لنز واید میگیریم معمولا در گوشه ها کمی کشیده تر میشن.